درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 6 اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. وزارت نقلیات تاجیکستان گفت تا زمان خاتمه بحث با روسیه پرواز هواپیماهای شرکت‌های روسی را باز نمی‌دارد. نیروهای مخصوصی روسیه بعد تفتیش خانه در سنت پتربورگ درباره مواد ترکنده در مترو تفصیلات دادند. جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خود سوختارها مشکنک هم فلزی است. چنین جهاز ترکنده را قبلا فقط در منطقه خاور میانه دیده بودیم. یک جوان تاجیک پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنر پیتزا پزی را به تاجیکستان آورد. تستا پاتولچی خمیر غفستر اینجا می شود گفت پیتزای تاجیکی. تاجیکسکا پیتزا. تفصیل خبرها. مقامات قرقیزستان خانه یک ساکن تاجیکستان را که در یک محل بحث برانگیز ساخته شده است خراب کردند. عبدالغفار جلالوف ساکن دهه اوچی قلچه از ناحیه باباجان غفورов روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت که خانه‌اش را گروه از نظامیان قرقیز با بولدوزر به خاک یکسان کردند. آنها گفتند که خانه در قلمرو قرقیزستان و غیر قانونی ساخته شده است. اما مقامات ناحیه باباجان غفورov به رادیو آزادی گفتند که خانه در محل مرزی واقع است که تاجیکستان و قرقیزستان سر آن دعوا دارند. و با اوج گرفتن جنجال بین روسیه و تاجیکستان درباره پرواز هواپیماها به قلمرو همدیگر، هیئتی از دوشنبه برای حل مسئله به مسکو رفته است. در وزارت نقلیات روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفتند که هیئت را شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات رهبری میکند و آنها امیدوارند کشمکشی بین دو طرف تمام می شود و مشکلات مسافران را که در فرودگاه ها سرگردان شدند خاتمه میدهند. مردان محمد گزارش میدهد. با گفته خدایارزاده در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانبها تلاش خواهند کرد با بحث‌های نزدیک تا 6 ماهه نقطه گذارند. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلال به این روند جانب تاجیکستان از اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به تاجیکستان خودداری کرده اند. یک منبع از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اوراسکی اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات تاجیکستان به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمای روسیه به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمای این شرکت از شهر ایرکوتسک به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده است. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکووسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیمی پروازهای که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمل به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به بعضی از مناطق این کشور به استثنای مسکو و سنت پتربورگ قطع نمود. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه. مفتشان روس میگویند خانه گروه از زادگان آسیای مرکزی را جستجو کردند که با اکبرجان جلیلوف متهم به بمبگذاری متروی سنت پتربورگ در تماس بودند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 6 اپریل گفت که اشیاء مفید برای تفتیشات را در آن خانه پیدا کردند. مفتشان میگویند اکبرجان جلیلوف 22 ساله و زاده قرقیزستان روز 3 اپریل ابزار ترکنده را در مترو به حرکت درآورد که در نتیجه 14 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند. اکبرجان جلیلوی متهم با بمبگذاری متروی سنت پتربورگ روسیه یک ماه پیش از این حمله که حیات 14 نفر را از بین برد منزل را بر اجاره گرفته بود. روز سه‌شنبه 4 اپریل یک روز پس از این حمله مرگبار نهادهای امنیتی روسیه این منزل را تفتیش نمودند. در صحبت با خبرنگار ریترز باشندگان این بنا گفتند که قبل از کافتوکاب منزل زیست جلیلوف همه را از بنا بیرون کردند تا اگر ترکیش به عمل آمد کسی زیان نبیند.
آنها آمده دستور دادند که مردم از بنا بیرون شوند. از اول نه پلیس و نه خدمات نجات اینجا نبودند. هیچ کس نمیفهمید که چی اتفاق افتاده است. من و شوهرم به پلیس زنگ زدیم تا وضع را شرح دهد. وقتی پلیس آمد من بیرون رفتم، ولی خوشدامنم میگوید پلیس با شاهدان به بنا وارد شده در حضور آنها در این منزل همسایه را باز نمود. پلیس با آنها گفت که شخص متهم با تروریسم در همین منزل ثبت نام شده است. یک نفری که به حیث شاهد هنگام تفتیش منزل حضور داشته است میگوید در این خانه اشیا و کالای جلیلوف در قوطی‌های سیاه و همچنان چند قوطی کارتونی یافت شدند که در داخل آن خاکه سفید ناشناس به چشم می‌خورد. کمیته تفتیشات روسیه که تحقیق بمبگذاری متروی سنت پتربورگ را بر عهده دارد تاکید کرد که روز دوشنبه در عرفه بمبگذاری دوربین‌های نزد همین منزل جلیلوف را با یک بارخلطه در دست و یک بارخلطه یا خود روکزک در پشتش به نوار گرفتند. به گفت نهادهای امنیتی جهاز ترکنده دوم که در داخل بالون سوختار خاموش کنک پنهان بود از طرف افسران امنیتی بی‌ضرر گردانیده شد. جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خود سوختار خاموش کنک هم فلزی است. چنین جهاز ترکنده را قبلا فقط در منطقه خاور میانه دیده بودیم. جلیلوف سال 1995 در جنوب قرقیزستان به دنیا آمده. سال 2011 هم صاحب شناسنامه روسیه شده است. یک ماه پیش از بمبگذاری جلیلوف از شهر اوش قرقیزستان برگشته در بینای 9 طبقه شرق سنت پتربورگ منزل را به اجاره گرفت. همسایه ها میگویند جلیلوف در اتاق رقم 109 به سر می برد و آنها او را از عکسش که در رسانه ها بعد بمبگذاری نشر شد شناختند. چیزی خاصی درباره او گفته نمیتوانم. آدمی آرام بود، هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد و اصلا در همین اواخر به اینجا کوچ بسته بود. ما او را 2-3 دفعه دیده بودیم که با مردم سلام علیک میکرد و هیچگاه با کسی از همسایه ها جنجال نکرده بود. منزل اجاره جلیلوف در 20 کیلومتری مکان بمبگذاری قرار دارد. روز 5 اپریل خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB نواری بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی را نمایش داد. به قول مقامات این افراد با ترغیب افراطگرایی اسلامی مشغول بودند ولی با بمبگذاری روز دوشنبه در متروی سنت پتربورگ رابطه ندارند. و مقامات روسیه گفتند که روز 6 اپریل هم در خانه در شهر سنت پتربورگ ابزار ترکنده را پیدا و خونسا کردند. اخبار و ویدیو و گزارش‌های بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org. بعد حمله احتمالاً کیمیایی در سوریه، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست همکاریش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بازنگری کند. تیلرسون روز 5 اپریل در واشنگتن گفت آنها شبهه ندارند که حمله وحشتناک کاری دستی نیروهای سوریه بوده است. ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقتی فرا رسیده است که روسیه واقعاً باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند. بنا به گزارش‌ها در حمله کیمیایی در ولایت ایدلیب در روز 4 اپریل بیشتر از 70 نفر کشته شدند. جامعه بین الملل حمله را به شدت محکوم کرد ولی حکومت‌های سوریه و روسیه میگویند گاز زهرآگین از انبار اسلحه شورشیان خارج شده است که آنجا نیروهای سوریه در شهر خان شیخون هدف قرار گرفتند. آمریکا این ادعا را رد می‌کند. و در ایران تا چند روز دیگر ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور شروع می شود و رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد اعلام کرد که عزم رئیس جمهور شدن را ندارد و از نامزدی کسی حمایت می کند که در حکومت با او کار می کرد. محمود احمدی نژاد در شهر تهران همراه معاون سابقش در یک نشست خبری حاضر شد و درباره انتخابات روز 19 می صحبت کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران کسی را به خبرنگاران معرفی میکند که عزم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. این معاون سابقش حمید بقایی است که حکم زندان گرفته است. خودش عزم دیگر باره رئیس جمهور شدن را ندارد. محمود احمدی نژاد در این باره روز 4 اپریل در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 سال اخیر صحبت کرد. من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم
بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصل حمایت خواهم کرد. بقایی را سال 2015 به 8 ماه زندان محکوم کرده و هیچگاه سببهایش را اعلان نکردند. محمود احمدی نژاد سال گذشته گفت که در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت شرکت او می تواند سبب اختلافات در جامعه شود. حمید بقایی از حلقه محافظه‌کاران ایران است که می‌خواهند به جای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و معتدل نامزد خود را بیارند. حسن روحانی که آخر ماه مارس در مسکو و با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفته است که در انتخابات شرکت می‌ورزد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از روز 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. حالا معلوم نیست نامزد مورد حمایت احمدی نژاد با سابقه زندانی بودنش در فهرست نهایی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد بود یا نه. گزارش نوبتی برنامه برای آنهایی است که میخواهند معروفترین غذای ایتالیایی یعنی پیتزا را بچشند. در شهر دوشنبه حالا یک پیتزریا فعالیت میکند که آن را فرزند یکی از آوازخوان‌های معروف اپرا از تاجیکستان باز کرده است. برات یوسفی همکار ما به این پیتزا پزی رفت که آنجا پیتزای تاجیکی را هم میتوان پیدا کرد. فابیو خولیقوف پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنر پیتزاپزی ایتالیایی را به تاجیکستان آورد. نام تاجیکی فابیو قربان است. پدرش ادهم خولیقوف اپراخوان معروف تاجیکی سالهای جنگ شهروندی به ایتالیا هجرت کرده بود. پسر 5 سالش قربان را نیز با خود بود. فابیو از نورسی به پیتزارسانی شروع کرد و در 18 سالگی با دوستان ایتالیاییش تصمیم گرفت پیتزریا تأسیس دهد. Все, в течение 1,5 минуты пицца наша готовая. В городе Лоди мы открыли первую пиццерию, такую небольшую точно, вот как вот. ما در شهر لودی پیتزریای اولین خود را کشیدیم. آنقدر بزرگ نبود مثل همین دکانی که در دوشنبه هست. ما با فرمایش میزوجان با دسترسی به خانه کار میکردیم. همین طور من به این کار مشغول شدم. این به من معقول شد. Мне нравилось, честно говоря. فابیو پس از ازدواج همسری تاجیکش را نیز با خود به ایتالیا برد و همراه در پیتزریا شروع به کار کردند. در طول کار در ایتالیا تقریبا پختن 90 نوع پیتزا ایتالیایی را آموخت. پس از بازگشت به تاجیکستان در 1 سال پیش تصمیم گرفت هنر آموخته‌اش را در وطن استفاده کند و زندگیش را پیش برد. دکانی را در مرکز تجارتی پایتخت 90 اجاره گرفت و پیتزریای با نام فابیوس پیتزا باز کرد. Таджикская пицца. Также готовится, естественно, здесь намного больше теста. خمیر غفصتر اینجا می شود گفت پیتزای تاجیکی. در این نوع پیتزا افشرده پومیدور 2 برابر بیشتر می اندازیم. 2 برابر بیشتر پنیر، 3 نوع پنیر استفاده می کنیم. برای آنهایی که بسیار خوردن می خواهند گوشت مرغ، قیمه گوشت گاو، ساسیسکا، حسیب، چغوره، دانه زیتون و قلنفور بلغاری استفاده می کنیم. قیمت پیتزاهای ایتالیایی فابیو وابسته به نوع از 30 سومانی شروع می شود. در یک روز تقریبا تا 80 فرمایش می گیرند. هرچند در نزد دکانش جای برای پیتزاخوری فراهم دارند، اما معمولا با فرمایشی به خانه رسانیدن کار می کنند. و خبری ورزشی داریم. بانوان فوتبال بازی تاجیک در مسابقات انتخابی جام آسیا در سال 2018 از تیم بحرین با حساب بزرگ 0-4 شکست خوردند. در این بازی در روز 5 اپریل به دختران فوتبال بازی تاجیک میسر نشد بعد دروازه رقیب یگان گل بزنند. بازی اول را با تیم عراق دسته تاجیکستان با حساب 1-0 برد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 میان دسته‌های منتخب فوتبال زنانه تا روز 12 اپریل در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد. و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت آزادی، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم از صفحه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید. برای ویدیوهای بیشتر سر بزنید به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب که کانال رادیو آزادی است.